کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی روزهای استراحت 3 و 4 آگوست سال 2024 در ولایت سوخت 3 نفر غرق شدند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده، ساعت 9 صبح شنبه 3 آگوست سال 2024 یک زن 37 ساله ساکن جماعت اورمیتان نویه عینی هنگام علف دروی لغزیده به دریای زرافشان افتاده است. نجات بخشان در پی چندین ساعت جستجو جسد این زن را در نزد پول جماعت یوری در کنار شهر پنجکین پیدا کرده از او بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. باز امروز 3 آگوست سال 2024 ساعت 11 به قسم نوبداری ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت خبر دادند که در حدود محله گنبز اسفره در ساحل دریا جسد نمودار شده است. جسد را از آب بیرون کشیده معاین کردند که این جسد یک مرد 65 ساله محلی است که گرفتار بیماری روحی بود و روز 2 آگوست از خانه برآمده بی‌درک شده بود. جسد را برای تحقیق به مقامات حفظ حقوق اسفره سپردند. همچنین روز یکشنبه 4 آگوست سال 2024 ساعت 15:00 یک ساکن 35 ساله دهه شورتنگ جماعت نوگلم اسفره هنگام آببازی در بحر تاجیک در نزد دستگاه آبکشی در پهلوی دهه سنجزار جماعت لاوتی در کنار شهر کانبادام غرق شد. جسد او را نیز از آب بیرون کشیده به دست مقامات سپردند. از اول سال جاری در تاجیکستان علکی بیش از 120 نفر غرق شدند. تقریبا نصف آنها را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. بنا به گزارش دیگر کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 4 آگوست سال 2024 یک ناظر منطقوی از شعبه یکم میلیس نویه سینای شهر دوشنبه به نوبدار کمیته زنگ زده خبر داده است که ساکن یک منزل در بنای رقم 75 در کوچه مایاکوفسکی چند وقت باز از خود درک نمی‌دهد. از خانه او یگان صدا شنیده نمی‌شود. به زنگ‌ها و تق در نیز جواب نمی‌دهد. در خانه بسته بود. وقتی که نجات بخشان با کمک تجهیزات مخصوص در را کشودند و وارد خانه شدند، در داخل خانه جسد یک مرد 59 ساله را پیدا کردند. جسد را به دست کارمندان میلیس سپردند. مقامات باید اکنون سبب مرگ این ساکن کوچه مایاکوفسکی را معاین کنند.